سلام تماشابینان شبکه اگروتک تی جی. امروز ما با شما آیید قاعده های اساسی و ضروری هضم شوی خوراک در معده با هم صحبت میکنیم. اگر خواهید که سلامتی خوب داشته عمری دراز بینید، باید حتما کدام نمود خوراک را خوردن و وقتی هضم شوی آن را در معده دانید. به قول طبیبان، شخصی که وقتی هضم شوی نمود خوراک ها را در معده خود به نظر نمیگیرد، وزن زیادتی را در معده خود گردانیده با کسلی های زیاد دچار گردیده عمر خود را کم میکند. برای این مهلت هضم شوی یک چند نمود خوراک ها را در معده به شما پیشکش می نماییم. مثلا چنانه که در اکران های خود می بینید، آب وقتی که نوشیده می شود راست به روده ها داخل می شود و شربت ها، ساک های میوگی، سبزواتی و بولیون از سبزوات ها در معده در مهلت 15-20 دقیقه هضم می شوند. سبزوات های تر تازه و سالاد ها که اینها به روغن تیار کرده باشند از 30 تا 40 دقیقه در معده حل می شوند. سبزوات های تر تازه و سالاد ها که به روغن تیار کرده شده باشند در دوام 30-40 دقیقه در معده هضم می شوند. سالاد های سبزواتی چنانکه که در بالا گفتیم تر تازه با روغن تیار کرده باشند، آنها تا مهلت 1 ساعت در معده هضم می شوند. میوه هایی که آب در داخلشان بسیار است، آنها در مهلت 20 دقیقه اپریسین، انگور، گریپفروت ها باشند تا 30 دقیقه و سیب، نوک، شفتالو، گیلاس تا 40 دقیقه در معده هضم می شوند. کرم باشد در مهلت 40 دقیقه در معده حل می شود. این چنین برای خوب هضم شدن یک چند نقطه های مهم را باید دانست. اولا نباید به معده خود هر وقت که خواهیم خوراک‌های هر خیل وقت هضم شونده را روان کنیم تا که سبب وزبین شدن کار را در معده می‌گرداند. مثلا خوراک‌های کارتوشکا با گوشت تیار کرده شده تخمینا 5-6 ساعت در معده هضم می‌شود. کارتوشکا خود تنها استعمالش در 1 ساعت هضم شده به روده‌ها روان می شود. دیگر اینکه در وقت یک جا استعمال خوراک‌های یک خیل هضم شونده، مثلا سلات سبزواتی، سیب و نوک و ساک‌های سبزواتی و انگوری، این فقط وقتی هضم شوی را کمی زیاد نماید هم ضرری به معده نمی‌رساند. در برابر این استعمال آب، چای و دیگر نوشاکی‌ها در وقت سیر بودن یعنی معده پر خوراک بودن ممکن نیست. این از آن سبب که برای هضم شوی خوراک در معده ساک و کسلات‌هایی که برای هضم شدن خوراک یاردن باید کنند با نوشاکی یک جا شده فعالیت کرده نمی‌توانند و کار معده و روده را مشکل می‌کند. بغیر از این ماده‌های ضروری ارگانیسم با نوشاکی شسته بوده می‌شود و اگر در معده خالی آب نوشیده شود، این نوشاکی در حال از معده به روده‌ها روان می‌شود. اینچنین در معده خالی نوشیدن نوشاکی های گازناک تماما ممکن نیست و شما را می باید که از این عمل خودداری نمایید. حتما خوراک ها را در دهان تا معده شدن خوابیدن لازم است که پروسس حل شوی از دهان سر می شود. لوب دهان نیز در تیز هضم شدن خدمت خود را کرده کار معده را آسان می نماید. خوراک های سفیده دار را حتما گرم تناول کنید، چون که سفیده ها در حالت گرم در معده تیز به مهلت 2-3 ساعت هضم می شود و برای فعالیت بدن را نگاه داشتن به روده ها داخل می شود. در حالت خنک تناول کردن خوراک تیز هضم شده سفیده باشد، در این مهلت کوتاه هضم نشده راست به روده ها رفته باکتری هایی که در محصولات های گوشتی موجود است زیاد گشته ناراحتی در معده و روده ها آورده به دمیش کردن شکم، جمع شدن گاز ها و گیرندگی آورده می رساند. از این رو ما را دوستان می باید که یک بار دیگر اگر خواهیم که سلامتی خوب داشته باشیم دایره وقتی خوراک خوری، طرز خوراک خوری و چی را و با چی مقدار خوردن فکر کنیم. باور کنید این عامل ها نه تنها به سلامتی جسمی بلکه به سلامتی روحی نیز تاثیر خود را می رساند. و خلاصه اینکه خوراک خوری خود این یک صنعت است. در آخر ما خواهان آنیم که شما دائم سلامت باشید و اگر این مسئولیت های ما به شما کمی هم کمک کند ما از این خوشحالیم. در کامنتاری ها آیید تجربه و دانش خود در این موضوع نویسید تا دیگران نیز از این استفاده برند. در آخر با کانال اگروتک تی جی ابونه یعنی پادپیسات شدن رو و لایک ماندن رو فراموش نکنید.